می‌ذاریم و میریم تو سطح آشغال. باد کمک جلوی این کمک‌ها خیلیشون ارتفاعش بلنده. قشنگ مشخص جای قبر رو دیدین. سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم بریم سواری. قبل اینکه بریم سواری یه چیزایی چک می‌کنیم مثل آب، زنجیر، چرب بودن زنجیر، روغن 2 زمانه که اینجا قرار میگیره، اینم چک می‌کنیم و همینطور بنزینشو. خب اینا رو فعلا می‌ذاریم اینجا، دراشو بنزین رو پر می‌کنیم. یه چیز جالب بهتون نشون از اسپری موتورکس مخصوص آفرود برای چرب کردن زنجیر خیلی عالیه. عمر زنجیر، دنده زنجیرها رو میبره بالا. میبینید چقدر چربه؟ اینجا نه. همونطوری که میبینی چسبندگیش فوق‌العاده است. هزینه دنده زنجیر جلو و عقب و با ست خود زنجیر کامل شما هولوش 10 میلیون تومان باید بخری، ولی فکر میکنم با این اسپری عمرش 10 برابر بشه. ریختن بنزین توی موتور، بنزینم بره توی باک. توی باک هم یه توری داره که موقع ریختن بنزین یه وقت توش حالا ذرات ریز باشه یا چیزی باشه ازش جلوگیری کنه و نره توی باک. علاوه بر اون 2-3 تا فیلتر دیگه هم داره. حجم باکش حدوداً 11 لیتره. بچه با 11 لیتر 250 کیلومتر رو میشه راحت رفت. سیستم سوخت‌رسانی موتور انژکتوریه. خب دیگه داره پر میشود. کافیه، پر شد. اینجا رو میبینید مخزن شفاف خوبیش اینه، قشنگ میشه دید. البته چراغ بنزین هم داره این موتور. این سوپاپ در باکه که من اضافه براش نصب کردم. موتورهای کراس و انرو همشون سیستم تخلیه گاز بنزین رو در باکشون داره. وقتی که میخوری زمین اینجا سوپاپ داره و باعث میشه که بنزین نریزه بیرون. حالا بریم سر وقت روغن 2 زمانه. در اینو وا کردم. اینجاست. روغنای ما بهش میگن روغن شاسی. حالا اسمش اینجوری از قدیم جا افتاده. اونم از خود روغن موتورکس استفاده میکنیم. بذار نشون بدم. روغن موتورکس مخصوص 2 زمانه است. اینم از بغلش مشخصه. بذار من در بنزین رو ببندم. در بنزینم من صفر بستم یه بار پارش چلکی نشید. خب اینو میذاریم کنار. الان بهتون نشون میدم. بذار مخزن رو بهتون نشون بدم. نوشته حداقل، یعنی دیگه اینجا نباید باشه، دیگه پر بشه. اینجا خوبی نیست، خطرناکه یه جایی. این روغن هم که مخصوص موتور 2 زمانه است. خیلی آروم، خیلی باید آروم بریزیم یهو نریزه بیرون، چون هم موتور رو یه جورایی کثیف میکنه. رنگ و روغن دیگه شیمیایی رنگ موتور رو کدر میکنه. قسمت شاسی رو به اون قسمت حداقلی که برسه یک باک کامل شما رو در واقع همراهی میکنه. یعنی هولوش 250 کیلومتر با اون روغن حداقل شما میتونی به مسیر ادامه بدی. موتور من هولوش 140 ساعت کاره. من نگاه میکنم. اینو میذاریم سر جاش. در به مخزن روغنم میبندیم. بچه این روغن مخصوص مصرفی انجینه. روغن گیربکسش جداه. حالا اونو بعداً بهتون توضیح میدم. خب سیم گازم بذاریم سر جاش. اینجا در رادیاتورشه. 2 تا رادیاتور داره این موتور، چپ و راست. آب رادیاتور یا محلول رادیاتور بایستی تا سطح اون شبکه داخل رادیاتور رو که میبینید تا اونجا باشه، نباید پر کنید. این باعث میشه که خوب گردش نتونه بکنه. بذارید در روبرو بهتون بگم تا اینجا باید باشه مثلا که قشنگ تو مدار بچرخه و کار خودش رو درست انجام بده. چون گرم که میشه یه مقدار حجم مایعات بیشتر میشه. فلزات هم همینطور، کمتر مایعات بیشتر. خب لاستیکم هم صاف شد. اسم این لاستیک
مکسیس هست، اینجا نوشته مکسیس مدل اندرو پرو، سایزش هم 140 80 18. لاستیک گردیه، لاستیک خیلی خوبیه. جلون که ایران یاساه. آره خب حالا بریم یه استارت بزنیم. بچه‌ها موتورهای 2 زمانه تابستون چه زمستون حتما بایستی بذار من دوربین نگاه کنم. بچه‌ها موتورهای 2 زمانه چه تابستون چه زمستون باید حتما با ساسات روشن بشه، به خاطر اینکه 2 زمانه از مکش هوا روغن رو میبره داخل خودش. اینجا جای ساساتشه، میکشیم عقب، یه خورده میچرخونیم، قطع کنیم میزنیم پایین بدون گاز، فقط استارت. خب کار ما تموم شد، میریم برای سواری. داشت بریم. خب بچه‌ها تا اینجا ویدیو من چطور بود؟ نظراتتون رو برای من کامنت کنید. راستی لایک هم فراموش نکنید. مرسی. یعنی اصلا موتورش خیلی وحشتناک، پرقدرته. من اینجوری گاز میدم، قبلش موتور رو قشنگ گرم کردم. هیچ وقت موتور سرد و گاز نمیدم. دوستم هم اومد، موتورش KTM 250 سی سی 4 زمانه. خانم شاکی شد و بیا این همه راه برو. باشه من دارم میرم. فقط این موتور رو مقایسه کنید با هوندا 125. رفیقم بیاد پو عجب موتور گرم افتاد دیگه، یه تکسن بسیار نمید. اوه مثل سگ بولداگه. عضلاتمون رو باید گرمش کنیم. فششی فش اوف 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 اوف. حاجی بایسته حاجی. علشی دار لایکشی علشی بازم مجبوریم که یه تیکه رو الان فور بریم با آقای فورتکال. جان هم نداریم اما مایشون. اوه اوه نه قابل مقایسه نیست. بچه ها راستی من نگفتم این موتور چیه، ولی میدونم که بلدی. ولی خب میگم مقصودایی که نمیدونم موتور چیه. این موتور ساخت اتریش 2 زمانه 300. بله و فوق‌العاده خطرناک. آخه اوه برو ما اومدیم باشته.
دیگه مغزم کار نمیکنه که صحبت کنم. چهارراه رو مواظب باشی. خطر اینجاست. دیدی بچه‌ها خطر اینجاست. چرا چهارراه رو مواظب باشی. مای God. درایدار مواظب. درایدار مواظب. واقعا چقدر خانوما فهمیده این. بچه ها تقصیر ما رو یاد گرفتیم ها. یعنی همیشه ما همین این ماشین رو همه میزنه ما بهش احترام میزنیم و میریم تو سطح اشغال. یکم تک چرخ میزنم احساس میکنم کمک جلوی موتور میکوبه. بذار یه تعمیرگاه جایی پیدا کنم. احتمالاً باد توی کمک پر شده. اینا یه مخزنی داره. الان بهتون نشون میدم. یکی از چیزای دیگه بود یادم رفت در واقع. باید باد کمک جلوی کمک‌ها خیلیشون ارتفاعش بلنده. یه جایی داره که توش باد پر میشه. اونو باید خالی کنه. من یادم رفت. تو حرکت دیدم ضربه میزنه. فهمیدم واسه اینی. الان اینجاست می‌بینی؟ بذار من اینو بادش کنم. اینورم اینجا چرا؟ اینجا. اومدم تو مغازه این بنده خدا، اینم داره صحبت میکنه. دقیقاً عد صدای اون هواش افتاد با صحبتش. ولی اینجا رو گوش کنید. امیدوارم افتاد. خیلی صداش خیلی باد میشه. آقا دست در نکن. لطف کردی. آره عالی بود. دمت گرم. مرسی لطف کردی. سلامت باش. بله هیچی بهتر از سلامتی نیست. بریم. باد کمک هم زیاد بود. تقه میزد. تک چرخ میزدم. عالی شد عالی شد. همچین ماشین ها خیلی میترسن. یهو چپ و راست میرن. شارژ دوربینم یهو قطع شد. منم منتظر شدم هم شارژ بشه همین دوستم بیاد بریم ادامه سواری رو بریم. دوستم ماکانو که الان تو تصویر دیدی موتورش هوندای 250 CRF مدل 2014 انجکتوری هم هست. موتور خیلی خوبیه. یه کاور پلاستیکی پوشیده. میگم این چیه پوشیده؟ میگه دارم لاغر میکنم. بذار بیاد جلو. موتورش هم تازه تعمیره. یعنی فقط کافیه موتور دوستاتون رو تعمیر کنه دیگه. یعنی تعمیر میگم تعمیر اساسی، رینگ و شاتون و چه میدونم همه‌شو، سیلندر و هر دفعه موتورم چی شد موتورم چی شد. الان نگاه کنید نمونه شو. جان صداش خوبه یا زیاده؟ خوبه. کلاج هم گرفته ها. کلاج خلاص کن. مدلش همین هست. یکم صدا که داره. آره ولی خوبه صدا.
عینکشو گذاشت. یالا ما اومدیم به جنگل. به 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 به. اینجا یه تله‌ایه. اوه واک. من از جل خوشم نمیاد. بچه اینا اینجوری نگاه نکنید. جاده فکر صافه، پر از سنگای سره، سنگای رودخونه‌ای بشه دیگه. اگه قلبه‌ای یهو میاد جل هست زیر این بردا، کلا مسیر رو باید اصلا بشه. باد موتورم کم نکردم. باد برای آفرود 15 10 همین حدودا. الان روز بیه 25. اوه یه پرنده دید. ترکیش ها رو یه خورده آرومتر میرم کلن. یکی ممکنه روبرو بیاد. حال جنگله دیگه. بچه ها اینجا رو میبینید کنده هم برای اینکه ماشین نیاد. ماشین یا چوب قاچاق میکنن و این چیزا. واقعا آدم لذت میبره از این دم واقعا اکسیژن زیاده. باید یه خود هم به خودم بیارم تو خونه استفاده کنم. درختان دیگه خوابیدن، رفتم برای خواب زمستون. رفتن که خیلی وقت دارم. اینجا هم یه جاییه بچه ها. یه بار یه پسر دبیریا خریده بودی که دوستامون تازه روز اول موتور و لباس و شوق و ذوق موتور سواری همین پیچی که داشتم صحبتش رو میکردم با سرعت اومد برای اینکه بخواد وایسته. یهو ترمز موتور چرخید، خورد زمین، ربات پاش پاره شد. همونجا دیگه برگردوندمش خونه. با یکی از دوستان اومده بود برگردوندمش خونه. بعدش هم این که ربات پاش پاره شد، همونجا موتورشو فرو دیگه بیخیال موتور سواری شد. یعنی یه حادثه کوچیک ممکنه شما رو از موتور سواری و دنیای موتور سواری فاصله بده همون لحظه اول. بس باید هم اوایل سواری خود حال کنه دیگه، با موتور حال کنه، با دور اطرافش حال کنه، با چیزایی که داره حال کنه دیگه. یه مسیر دلراییه. این توی جنگل بچه اومدن. آره دارم میان. اوکی همه چی اوکی بوده. این چوبا رو میبینی رو زمین افتاده. یه بار چنان برگشت رفت تو زانو 2 ماه خونه خوابیده بودم. واقعا خیلی خطرناک. اینجا ما میایم مسیرها رو حال میکنیم. اینجا همه شیبه، دنیای شیبه. خود تماشا کنیم ببینیم این شیبا رو شناسایی کنیم، ببینیم چی به چیه بزنیم. نه این نیست. نه آره اینو میشه رفت ماکان، ولی بالاش چوب داره، درخت داره. از بغل برو از ادامه فیلم میگیرم. برو بیام جلوتر. وایسا اگه میخوای بری برو فیلم بگیرم. ماکان گفت موتورم تازه تعمیره دیگه بیخیال شدیم، گفتیم بریم مسیر نیست. برو بریم. همین راه مستقیمی که داری میبینی یه شیب خیلی بلند داره تو فیلم مثلا معلوم نیست چه خبره. بالا این کلی کنده بود برای گنج. الان میرم بهتون نشون میدم. مثلا اینجا معدن چاله گنجاست. اینم چاله گنج، نیمه گنجه.
برو عالی بود داداش. ترمز جلو رو بگیر. شیب داره اینجا این رو خراب کرد. این چاله تو رو خراب کرد. اوکی؟ من نکن. نه برو پشت درخت دوباره به اینوری تراورسی برو. نکن اینجوری میرن نکن. قشنگ مشخصه جای قبر رو دیدین؟ وحشتناک. کم گاز بدم شاید بیدار شه کسی اونجا باشه. اوه خیلی ارتفاع داره این کو مشخصه. الان باز میرم اون بالا اون روبرو اونجا که 7-8 تا کنده بود. نمیدونم حالا چیزی میگیرن از این تو نمیگیرن یا چجوریه قضیه. من که تا حالا چیزی ندیدم. اینجا که الان من اومدم دیگه بالاترین ارتفاع تو این منطقه است. این کوه هم دیگه فکر میکنم مرتفع ترین کوه باشه. بذار قشنگ برم جلو. خب بچه ها مرسی که ویدیو من رو تماشا کردید. ازتون ممنونم که منو حمایت میکنید. تا ولاگ بعدی خداحافظ. دوستتون دارم.